ساکنان زحمتخرین جماعت دیهاتی سهشنبه شهر ترسونزاده نیز جشن بین‌المللی نوروز عالم‌افروز را با رعایت رسم و آیین‌های نک اجدادی تجلیل نمودند. نمونه خوراک‌های ملی و نمایش عنعنه‌های مردمی دهات با معرض تماشای مهمانان بزم نوروزی گذاشته شد. مردمان جهت پسندیده نوروز را که بیش از 6000 سال تاریخ داشته برای انسان و زندگی خوش و خرم انسانیت خدمت می‌کند. در اساس نقشه چهارمین‌های جماعت دیهات سهشنبه در همه دیه‌ها جشن نوروز با یک شکوه و شهامت خاصه جشن گرفته شد و مردم سرجمانه به شهرها برآمده گیر اطراف آرامگاه و خانه‌های استقامتی را تازه نمودند. اینک طی چندین سال است که بهار نازنین را زیر آسمانی صاف و بی‌غبار و فضای آزاد و آباد کشور جشنگیری داریم. بهار ما بهاری پرفیض است، چون که در آن شعله استقلالیت روشن‌اندازی دارد. بهار فصل زیبایی است. ساکنان زحمتخرین جماعت دیهات نوآباد شهر ترسونزاده نیز با شکرگزاری از فیض استقلالیت و وحدت ملی نوروز خجسته را با شکوه خاصه تجلیل نمودند. همچون آیین نک نوروزی قلب از تجلیل جشن مردم ما با تازه آزاده نمودن خانه و کاشانه خود مشغول شده گلگشت و خیابان و باغ و میدانها را آباد و خرم می‌گردانند، لباس نو به بر می‌نمایند و همدیگر را با دل و نیت نیک تبریک می‌نمایند. نوروز این عید بهار است. نوروز این عید سبزه و باران است. نوروز این عید سال نو است. نوروز این عید بیدارشوی طبیعت است. خیلی که همه‌تان می‌دانید ایام نوروز در تمام موجودات زنده از عالم حشرات ها سر کرده تا مرد دهقان از خواب گران میخیزد و از پی کشت و کار میشود. من میبینید تمام خرد و کلان و مردم دهه چرتک با یک لباس های ایدانه با سر و لباس های تازه و آزاده به نوروزگاه دهه چرتک آمدن تا اینکه نوروز را در یک سطح بلند نمایش دهند. تمام ساکنان دهه‌های حدود جماعت دیهات قره‌طاق تصمیم گرفتند که نوروز عجم را با یک شکوه و شهامت خاصه تجلیل نمایند. از این رو ساکنان جماعت دیهات قره‌طاق نوروز عالم‌افروز را در دهه سیدعلی تبرف جماعت مذکور با شکوه و شهامت خاصه با نمایش هنرهای مردمی، پختن خوراک‌های ملی جشن گرفته ایستاده‌اند. همین طور ساکنان شهر ترسونزاده نوروز عالم‌افروز را با خرسندی استقبال گرفتند.